الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن بطش ربك لشديد. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أو كما قال صدق النبي الكريم صلی الله علیه و سلم. پیام دارم برای جناب آقای امام علی رحمانوف، رئیس جمهور تاجیکستان. جناب آقای امام علی رحمانوف ملت شریف تاجیکستان هم از خواهر و برادر برای بنده پیام فرستادن که شما مسئولیت دارید تا اینکه رئیس جمهور ما را متوجه بسازید. رئیس جمهور ما را از فرمان خدا و رسول الله صلی الله علیه و سلم واقف نمایید. شاید علمایی که در داخل تاجیکستان باشند نتوانند حرف دل خود را، حرف خدا و پیامبر را درست و صحیح بیان نمایند، اما شما که مسئولیت عظیم و بزرگ که عبارت از دعوت بندگان الله سبحانه و تعالی به سوی الله سبحانه و تعالی هست، این وظیفه و مسئولیت شماست. من تشکری می کنم از ملت نجیب و شریف، ملت مسلمان، هم از خواهر و برادر، ملتی که واقعا دیندار و دیندوست و ملتی که همیشه در طلب حق و همیشه در طلب هدایت و همیشه در طلب راه درست و صحیح تلاش کرده و تلاش میکنن. ملت عالم دوست، ملتی که وارثین انبیا را از اعماق دل دوست دارن و نگاه نمی کنن این مسائل جغرافیایی که امروز مطرح هست که آیا این عالم از کدام کشور هست و از فلان کشور هست، فقط میبینن که وارث انبیاست، با او احترام دارن. این ارج و احترام ایشان را ما قابل قدر دانسته و ملت تاجیکستان را از خود میدانیم و همیشه در تلاش این هستیم تا اینکه همانطوری که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند: المسلم اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان هست. ما نباید نگاه کنیم که من افغانی هستم و او تاجیکستانی هست و او فلان هست و ای فلان. انما المؤمنون اخوه. سخن را به درازا نمی کشم. جناب آقای رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمانوف، شما مسلمان هستید، فرزند مسلمان هستید. پدر شما مسلمان بوده، مادر شما مسلمان بوده و الحمدلله الان اگر در قید حیات باشن مسلمان هستن. شما به آغوش مسلمان بزرگ شدید. امروز به عنوان زعیم یک ملت مظلوم قرار گرفته اید. شما به این ملت الان چه کار میکنید؟ شما کسی که میگویید لا اله الا الله محمد رسول الله، آیا این فرمانهایی که از نظام شما صادر میشه، آیا این فرمانها فرمان اسلامی هست؟ آیا این که با خواهر مسلمان با حجابی که در تاجیکستان هست برخورد شدید میشه و حجاب منع میشه، آیا این دستور اسلام هست؟ شما که میگویید من مسلمان هستم، اگر شما میگفتید من مسلمان نیستم، ما شما رو مخاطب نمی کردیم الان.
شما نام شما امام علی رحمان، شما ببینید یک لحظه و یک نگاهی با نام خود داشته باشید. این ممنوعیتی که نسبت به حجاب اسلامی امروز به راه افتاده و حجاب اسلامی را منع میکنن، آیا میدانید حجاب فرمان کیست؟ فرمان رحمان هست. فرمان رحمان، فرمان ذات اقدس الهی، فرمان احکم الحاکمین، فرمان اعدل العادلین، فرمان واحد القهار، فرمان او ذاتی که صدا میکنه لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. حجاب فرمان الله هست، فرمان من و این و آن نیست. خواهر برای من در تماس شد که حتی به داخل شفاخانه مریض مراجعه میشه، اگر با حجاب بود او را نمیپذیرن. آیا حقوق انسانی چنین هست؟ شما مسلمانید، باید حقوق اسلامی را رعایت کنید. حتی در بعضی مناطق حقوق انسانی هم رعایت نمیشه. جناب آقای امام علی رحمانوف، میخوام این را بگم، رسوایی آخرت خیلی سخته. کسی که با خدا اعلان جنگ بکنه در دنیا و آخرت رسوا میشه. ذلك لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخرة عذاب عظیم. کسی که فرمان خدا را بشکنه هم در دنیا رسوا میشه و هم در آخرت عذاب عظیم و بزرگ دامنگیرش میشه. مسئله ریش، لحیه، سنت انبیاء علیهم السلام، مسدود ساختن و بسته کردن مساجد بر روح اطفال، بر روح نوجوانان، بسته کردن مدارس و حوزه های علمی، اینها قانونی نیست که ما اون را بیاییم و بالآخره این قانون را توجیه بکنیم که این قانون اگر حکومت و نظام کفری هست، اگر رئیس جمهور کافر هست، اگر سر و کار با دین و اسلام و قرآن و کعبه و حج و اینها ندارید، بحث جداگانه است، اما شما مسلمان هستید. جناب آقای رحمانوف، من به عنوان یک خیرخواه این حرفها را برای شما میرسانم که تا در روز قیامت شما نگویید برای من کسی نگفت. مشکل رئیس جمهورای امروزی اینه که هر چی که اونها میگن دیگران کف میزنن. کسی نیست که برای اونها بگه که این راه میروید ترکستان هست، این راه اشتباه هست، ترسم که به کعبه نرسی ای اعرابی، که این راه که تو میروی این راه درستی نیست. الله سبحانه و تعالی میفرماید ان بطش ربک لشدید. الله اکبر. روزی سخت مجازات کرده میشوید، عذاب خدا سخته. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند الدین النصیحه، ما باید همدیگر را نصیحت بکنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم يستطع فيغيره بلسانه فإن لم يستطع فيغيره بقلبه وذلك اضعف الایمان. این که منکر با دست منع بشه وظیفه شماست جناب آقای رحمانوف، وظیفه شماست، وظیفه دولت مردان هست. و این که منکر با زبان گفته بشه و بالآخره جلوش گرفته بشه وظیفه علماست، و این که با دل بد برده بشه وظیفه عامه مردم هست. اما اگر رئیس جمهوری با قدرت و قوت منکر به دست خود منع نکرد، و ذلك اضعف الایمان، این ضعیفترین ایمانش را نشان میده. قوت داره، قدرت داره، اما این قوت و قدرتی که الله برایش داده در راه الله استفاده نمیکنه. پس بناءً جناب آقای امام علی رحمانوف، همانطوری که در دنیا خداوند در این لحظات برای شما عزت داده، ما میخوایم شما در آخرت هم عزت داشته باشید، در آخرت هم سرفراز باشید، سربلند باشید. این سرفرازی و سربلندی چی وقت به دست میآیه؟ که این قدرت شما در راه دین مصرف بشه، در خدمت دین باشه،
در خدمت دین الله سبحانه و تعالی باشه، تا در روز قیامت در کنار رسول الله استاده شی و بگویید که یا رسول الله من امت شما هستم، در دنیا از سنت شما دفاع کردم، اما در روز قیامت شما چی جواب میدهید؟ سنت رسول الله که ریش هست او را منع میکنید، حجاب که فرمان الله هست او را مانع میشوید، مدارس که در اونجا قرآن و احادیث تفسیر میشه و ترجمه میشه و فرزندان مسلمانان دین خود را یاد میگیرن شما اون را مسدود میکنید، مسجد که جای راز و نیاز هست شما مانع میشوید، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند شما طفل 7 ساله را وقتی 7 ساله شد شما راهنمایی کنید، تشویق کنید تا 10 سالگی طرف نماز و مسجد، اگر در 10 سالگی طفل نماز نخواند او را بزنید. پس این را بدان که اگر از این حالت بر نگشتید خسر الدنیا و الاخره می شوید. من به عنوان یک طلبه راه دین این را می گویم که این را بدان، اگر در دنیا فرعونی زندگی کردید، کجاست فرعون ها؟ کجاست شداد ها؟ کجاست نمرود ها؟ همه رفتن. لمن الملک اليوم؟ لله الواحد القهار. پادشاهی نمیمانه. کجاست پادشاهان قبل؟ 10 ها و 100 ها پادشاه، 1000 پادشاه در دنیا آمدن و رفتن و بالاخره امروز نه فردا من و تو هم میرویم و پیشگاه الله سبحانه تعالی باید جواب بدی. پس چون درخواست عزیزان، خواهران و برادران عزیز ما از ملت تاجیکستان بود که خواهش کردن در حدود شاید بیش از 1 ماه 2 ماه میشه که تأکید و اصرار اینا بر این بود که یک پیام برای آقای امام علی رحمانوف داشته باشید که دست از این ظلم و ستم و بیعدالتی برداره، حرکت بکنه به سوی خدا، به سوی دین، به سوی اسلام. پس بفهم و بدان میگه این سعادت به زور و بازو نیست تا نبخشد خدای بخشنده. اگر الله سبحانه و تعالی تو را دوست داشته باشه از تو در راه دین کار میگیره، اگر نعوذ بالله منفور درگاه الهی باشید آن وقت به طغیان و سرکشی خود میافزایید و در روز قیامت هیچ دلیل و حجت برایت نمیمانه، چون این پیام الهی بود که برایت رسید. متوجه باش، 1 نفر اگر به دستور تو و به فرمان تو بی حجاب میشه، بی حیا میشه، بی دین میشه، از دین فاصله میگیره، همه اینها را در روز قیامت باید جوابگو باشی. جناب آقای امام علی رحمانوف، اگر 1 نفر به وسیله شما اگر قرآن یاد میگیره، با حجاب میشه، اگر دیندار میشه، اگر او فرهنگ والای اسلامی بر سرش تطبیق میشه، این را بدان که به فرموده رسول صلی الله علیه و سلم که سیدنا علی فرمودن ای علی متوجه باش وقتی طرف غزوات در طرف جنگ و حرب و اینها سیدنا علی روان میشه، رسول الله میفرمایند متوجه باش که اگر 1 نفر به وسیله تو هدایت شد از شتران سرخ مدینه بهتر است. امروزه هم اگر 1 نفر سبب هدایتش جناب آقای امام علی رحمانوف شما بشوید، این فوز و فلاح و رستگاری است که دامنگیر شما و فوز و فلاح و رستگاری است که نصیب شما میشه. اگر نه به این حالت ادامه پیدا بکنه، این را بدان که هر انسانی که بخواهد پیش روی دین الله سبحانه و تعالی را بگیره ناکام مانده. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. الله این نور را کامل میکنه. آیا شما میدانید که در تاجیکستان الان ما چقدر اطفال 7 ساله و 8 ساله داریم که حافظ کل قرآن هستن؟ آیا میدانید که دختر 7 ساله در تاجیکستان حافظ قرآن شده؟ الله سبحانه و تعالی موسی خود را در کاخ و در آغوش فرعون بزرگ کرد و حفظ کرد. الله دین خود را حفظ کرده و حفظ میکنه. اما مهم اینه که کسی که میآید سر قدرت از الله توفیق بخواه که یا الله قدرت را تو دادی، یا الله این نعمت را تو دادی، یا الله مرا زعیم این مملکت تو قرار دادی، یا الله از من تو پرسان میکنی.
یا الله بر من توفیق خدمت عنایت بفرما. پس همه این خطاب من برای یک مسلمان هست. ما اگر میدانستیم، ما اگر بفهمیم که نعوذ بالله شما مسلمان نیستید، ما نمیگفتیم این حرفها را. پس بناهن شما را با دید یک مسلمان میبینیم. شما یک مسلمان هستید، یک انسان دلسوز هستید، ملت خود را دوست دارید. پس بناهن همانطوری که تلاش میکنید که دنیای ملت تاجیکستان خوب بشه، تلاش کنید که دین ملت تاجیکستان هم حفظ بشه و دینشان هم در امان بمانه. الله سبحانه و تعالی شما و همه زعمای کشورهای اسلامی را هدایت کنه و ملت شریف تاجیکستان را سرفراز و سربلند دنیا و آخرت داشته باشه. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.